از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت شده است که گفت از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود خداوند متعال می فرماید ای فرزند آدم، تا وقتی که به سوی من دعا میکنی، یعنی تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی، بر هر حالت از گناه و نافرمانی که در تو بوده است با آنها باشی، یعنی گناه و نافرمانی زیاد در تو باشد، الله میگوید تو را میبخشم و بر آن گناهان تو اهمیتی نمیدهم. ای فرزند آدم، اگر گناهان تو از بسیاری و بزرگی تا آسمان برسد و سپس از من طلب بخشش بخواهی، تو را میبخشم و به چگونگی گناه تو اهمیت نمیدهم، یعنی اهمیت نمیدهم که گناه تو چقدر بسیار است. و باز میفرماید الله ای فرزند آدم، اگر به اندازه غنجایش زمین گناه به سوی من بیاوری و سپس در حال به من برسی که چیزی را به من شریک قرار نمیدهی، با مغفرت و آمرزش به اندازه غنجایش زمین به استقبال تو می آیم و تو را می بخشم. سبحان الله، الله اکبر. ای برادر و خواهر عزیز، ببین رحمت الله شامل بنده گناهکار چگونه است. الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ای محمد صلی الله علیه و سلم، بر آن بندگانی که عمرهای خود را در گناه و معصیت سپری کردند، یعنی از حد زیاد گناه کردند، لا تقنطوا من رحمت الله، هیچگاه از رحمت الله ناامید نباشند. یعنی ما انسان ها باید همه وقت بر رحمت الله امید داشته باشیم و به سوی الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بدهد و ما را از جمله جهنمیان نگرداند و ما را همراهی شهیدان و صالحان و پیامبران وارد جنت جاودانش بگرداند. آمین یا رب العالمین.